الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 34 از آموزش کلمت التوحید می باشد و البته در این حلقه دلیل ها را برای شرط بودن صدق، برای اشتراط صدق به لا اله الا الله از قرآن و سنت و اقوال علما به شما ذکر و بیان خواهیم نمود. البته تا اینجا به شما در حلقه گذشته بیان شد که صدق در لغت چی معنی دارد و ضد صدق این کذب هست. معنای صدق شرعاً و مراد از صدق، مقصد از صدق چیست، منزله و درجه صدق با همراهی یقین و اخلاص، همه این موضوع ها به شما در حلقه گذشته ذکر شد. چخیلی که بیان کردیم در این حلقه دلیل ها را ذکر میکنیم که صدق این از شرط لا اله الا الله هست. دلیل های اول ما از قرآن عظیم الشأن است. الله رب العزة والجلال در قرآن عظیم الشأن می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و صدق بالحسنى. صدق یعنی تصدیق کرد به حسنا. البته در تفسیر این آیات از ابن عباس رضی الله عنه روایت آمده است که امام طبری تخریجش می کنند. قال ابن عباس رضي الله عنه: صدق بلا إله إلا الله. معناه وصدق بالحسنى يعني لا إله إلا الله را تصدیق نمود. صدق مبالغه، صيغه مبالغه، بینوات خوب تصدیق نمود، عملا قولا. البته این دلیل است که لا صدق این شرط لا إله إلا الله هست. و الله سبحانه و تعالی در سوره عنکبوت آیت 2 و آیت 3 ذکر می کند و می گوید: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آیا مردم میپندارند که بعد از ایمان آوردنشان اونها را به یگان سنجش ترک می نماییم و اونها را هیچ نمی سنجیم؟ به تحقیق هر آن کسانی که پیش از آنها آمده بودند اونها را سنجیدیم و این مؤمنان را هم البته می سنجیم تا که الله سبحانه و تعالی بداند، و البته الله می داند، اما برای حجت شدن به بنده اش بداند که کیست آنانی که صادق هستند و کیست آنانی که دروغین هستند. یعنی الله سبحانه و تعالی می گوید که فقط با یک کلمه ایمان آوردن انسان خلاص نمی شود و بعد از ایمان هم الله سبحانه و تعالی می سنجد که معلوم گردد که کیست صادق و کیست کاذب و کیست منافق دروغگو. بارک الله فیکم. و اینچون الله سبحانه و تعالی در سوره زمر آیت 32 می گوید: و کذب بالصدق اذ جاءه. امام طبری میگن کذب بلا اله الا الله، یعنی و دروغ شمارید به صدق
زمانی که به وی آمد، یعنی زمانی که صدق به نزدش آمد دروغ شمارید. این صدقی که به نزدش آمد چی بود؟ خیلی که امام طبری در تفسیرش میگند این لا اله الا الله بود. ببینید حتی کلمه لا اله الا الله را، کلمه توحید را کلمه صدق میگن، خیلی که در حلقه گذشته بیان نمودیم. و اینچنین الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 119 میگوید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین، ای آنانی که ایمان آوردید از الله بترسید و با همراهی صادقان باشید. صادقین کی است؟ کسانی که صدق را در عمل خود، در اعتقاد خود، در درون و بیرون، یعنی ظاهر باطن خود به جا آورده باشند. و اینچنین الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 23 میگوید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. الله اکبر. از مؤمنین، از مؤمنان مردانی هستند که صدقوا ما عاهدوا الله علیه، به آن عهدی که به الله رب العزت و الجلال عهد و پیمان کردند به همین عهدشان صادق و پایبند بماندند، صادقانه بایستادند. پس بعضی از آنها به مقصدش رسید و به نزد الله رفت و شهادت یافت و بعضی آنها مرگش و شهادتش را انتظار است. و ما بدلوا تبدیلا، اما عهد و پیمانشان را تبدیل نکردند، تغییر ندادند، صادقانه در عهد و پیمانشان بمانند. پس بارک الله فیکم. این آیت هم دلالت میکند که صدق یک مرتبه بزرگ دارد و صدق این بالاترین درجه البته عبادت و ایمان است. و دلیل پنجم از سوره محمد صلوات الله ربی و سلامه علیه، نام سوره محمد است، آیت 21. الله سبحانه و تعالی میگه فلو صدقوا الله لکان خیرا لهم، اگر الله را تصدیق میکردند و راست میشماریدند حتما برای آنها خیرا لهم، خوب بود، نیکی بود. البته منافقین وقتی که الله را تصدیق نکردند، ایمان نآوردند و دروغ شماریدند، به آنها بدی آمد و بعد از مرگشان هم ابدالابد بدی هست و این نار جهنم است. دلیل ششم این آیت 33 سوره زمر است. الله سبحانه و تعالی میگوید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، و آنانی که به صدق آمدند و تصدیق به وی کردند آنها متقیان و پرهیزگارانند. و اینچنین در سوره مائده آیه 119 هم آمده است قال الله هذا یوم قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. الله سبحانه و تعالی میگه این روز، یعنی کدام روز؟ روز قیامت، روزی است که صادقان را صدقشان منفعت میدهد. یعنی روز قیامت روزی بهترین برای صادقان است، برای آنکه به صادقان صدقشان به نهایت فایده و به نهایت یک اجر و ثواب بزرگ میدهد و آنها را نجات میدهد. یعنی این آیت دلالت میکند که صادقان را صدق نجات میدهد. بارک الله فیکم. و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 24 ذکر میکند لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین. الله صادقان را به صدقشان جزا میدهد، یعنی جزای خیر میدهد، و منافقان را عذاب میدهد. منافقان را به نفاقشان عذاب میدهد، به شکشان، به تکذیبشان عذاب میدهد. و این چنین در سوره بقره آمده است. این آیت 177 است که الله میگوید اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. یعنی مؤمنان کسانی هستند که صدقوا، تصدیق کرده اند، تصدیق را در قلب، در زبان، در عمل خود نشان دادند و اینها پرهیزگارانند. و الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات آیه 15 میگوید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هر آینه
مؤمنان آنانی هستند که ایمان به الله آورده اند و به رسولش محمد صلی الله علیه و سلم آوردند و بعد از این هیچ شک و شبهه ری و شبهه را در قلبشان جای نداده اند و جهاد در راه الله به مالهایشان و نفسهایشان کرده اند و جهاد را با مالهایشان و نفسهایشان در راه الله انجام دادند و انمینها صادقان هستند. این آیت 100% آشکار و واضح دلالت می کند که صدق این در حقیقت شرط لا اله الا الله است. پس بارک الله فیکم. این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره حشر آیت 8 ذکر می کند و می گوید قال الله تعالی و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. و الله و رسول را نصرت می دهند و انمونها از جمله صادقانند و انمونها آنها صادقانند. پس صادقان کسانی هستند که دین الله را یعنی الله و رسولش را نصرت می دهند. بارک الله فیکم. اما منافقین و کاذبین و مرتدین هیچگاه خیالشان در فکر نصرت دین نیست بلکه در فکر شکست دین است. بارک الله فیکم. و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیت 8 می گوید لیسأل الصادقین عن صدقهم لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للكافرین عذابا الیما. حتما الله رب العزة والجلال صادقان را از صدقشان میپرسد و برای کافران عذاب علیم یعنی عذاب دردناک را آماده کرده است. یعنی صادقان حتی از صدقشان پرسیده خواهند شد. و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 43 بیان می کند و می گوید عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا ونعلم الكاذبين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. البته در این آیت اشاره برای واجب بودن تبیین آشکار کردن و برای واجب کردن تثبت در حال کسی که شک در نفاق کرد یا که فعلی کرد که فعلش از اهل نفاق است. پس بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه حتی یتبین لك الذین صدقوا و تعلم الكاذبین، یعنی اهل صدق را از اهل کذب برای جدا کردن شرطش را تبیین یعنی تبیین گذاشت تا که تبیین کرده شود. پس این آیت هم دلالت میکند که کسانی که تصدیق کردن مؤمنند و کسانی که تصدیق نکردند ضد تصدیق کذب هست، اونها از جمله کافرانند. و دلیل 14 از آیه قرآن سوره واقعه آیه 57 است که الله سبحانه و تعالی میگه نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ما شما را خلق کردیم مگر شما تصدیق نمی کنید؟ یعنی الله سبحانه و تعالی یگانه ذاتی است که تمام بندگان را خلق کرده است و باید تمام مردم الله سبحانه و تعالی تصدیق بکنند. و این چنین در سوره حجرات آیه 17 الله سبحانه و تعالی ذکر میکند و میگوید یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. منت بر تو میکنند که اسلام آورده اند. یعنی منافقین کسانی بودند که بعد از مسلمان یعنی اسلام را ظاهر کردنشان به پیامبر صلی الله علیه و سلم منت میکردند که ما گویا اسلام آوردیم. و بعضی از اهل اعراب هم غیر منافقین اهل اعرابی ها هم منت میکردند به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. الله امر میکند و میگه که قل بگوی محمد صلی الله علیه و سلم لا تمنوا علی اسلامکم، به من اسلام آورده اتون را منت نگذارید بلکه الله به بالای شما منت میکند، چرا که الله شما را به ایمان هدایت کرد تا که شما از جمله صادقین باشید. یعنی هدایت نصیب شدن از جمله به ایمانان شدن یعنی این از جمله صادقین شدن است. بارک الله فیکم. و این چنین در سوره اسراء آیه 8 الله سبحانه و تعالی ذکر میکند و میگوید
وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یعنی یک نمودی دعا است که البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را الله سبحانه و تعالی به این دعا تعلیم داد. یکی از دعاهای این رسول است که الله سبحانه و تعالی میگه بگو که ای رب من، ای الله، ادخلنی مدخل صدق، مرا به مدخل صدق داخل بکن و از مخرج صدق البته مرا مخرج کردن رو نصیب کن. و البته این آیت دلالت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جانب الله یک دعای را تعلیم گرفته بودند که همیشه دعا میکردند که همیشه در حالت صدق باشند. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی وقتی که صفت منافقین و کاذبین و دروغگویان را بیان نمود در سوره منافقون آیت 1 به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیت را نازل کرد. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لكاذبون. هر زمانی که منافقون به نزد تو می آیند، هر زمانی که منافقها و کاذبین به نزد تو می آیند، میگویند که ما شهادت میدیم که البته تو حتما رسول الله هستی و الله میداند که ای محمد صلی الله علیه وسلم تو رسول از جانب الله هستی و الله شهادت میدهد که البته انمین منافقایی که به نزد تو میاند تو را شهادت میدن که رسول الله هستی، اینها منافقینند و اینها حتما دروغگویانند. ببینید وقتی که صدق وجود نشد، وقتی که صدق به وجود نآمد، انسان خواهد نخواهد صفت نفاق را بر خودش میگیرد. سبحان الله. علما میگند والآیه تنطبق على كل من نطق بالشهادتين وقالها كذبا من غیر صدق. این آیت به همه اون کسانی که شهادت را نطق کرده اند، شهادت این را به زبانشان گفته اند اما به این گفته اشان صدق نکرده اند، یعنی این گفته اشان را دروغانه گفته اند یا از غیر صدق گفته اند، این آیت به آنها تطبیق می شود و مطابق و درست می آید. یعنی هر کسی که شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله را بگوید اما به دلش تصدیق نکند یا بعد از گفتهش باز همین گفتهش را دروغ بشمارد، این آیت به همون مطابق می شود. یعنی نبودن صدق این کفر است و این کفر نفاق و کفر کذیب است، تکذیب است. بارک الله فیکم. پس الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 8 و 10 سوره البته بقره بسیار آیات های زیادی دارد که در این مسئله آمده است، لیکن در این سوره صفت منافقین را بیان میکند و میگوید که منافقین کسانی هستند که مردم را فریب میدهند. وقتی که به نزد مؤمنین می آیند میگن که ما از شما هستیم، وقتی که به نزد منافقین میرن میگن که ما از شما هستیم. یعنی اونها مذبذب هستند، شک و شبهه دارند، یعنی اونها صدق ندارند، صادق نیستند، صدق عملی و باطنی، حتی نه ظاهری و نه باطنی دارند. بارک الله فیکم. و البته این در آیت 8 و 10 خیلی که بیان کردیم اون است که الله سبحانه و تعالی میگوید ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والعیاذ بالله. الله میگوید و از مردم کسانی هستند که میگویند که ایمان به الله آوردیم و به روز قیامت ایمان آوردیم، در حالتی که آنها مؤمنین نیستند و در حالتی که آنها ایمان نآورده اند. میگویند اما ایمان نآورده اند. الله را فریب دادن میخواهند و آنانی که ایمان آورده اند اونها را هم فریب میدهند، اما نمیدانند که غیر از نفسهای خودشان کسی را فریب نمیدهند. یعنی اینها کسانی که
ما به الله ایمان آوردیم و به روز قیامت ایمان آوردیم میگویند، اما ایمان آوردگی نیستند، قلبشان کفر است، ظاهرا دروغ میگویند. میخواهند که به همین سخنشان الله را فریب دهند، مؤمنان را فریب دهند. الله میگه که اما نمیدانند که اونها الله را فریب داده نمیتوانند، مؤمنان را هم فریب داده نمیتوانند، بلکه فقط نفسهای خودشان را فریب میدهند. و این آیت انمین محلش دلالت میکند که اینها کسانی هستند که ظاهرا اسلام را آوردند اما باطنا صدق ندارند. باطنا صدق ندارند. خیلی که ما بیان کردیم رکن صدق این قلب است. صدق در قلب است. قول قلب و عمل قلب است. بارک الله فیکم. پس به سبب همین که صدقشون نیست اینها مؤمن نیستند، ایمان آوردند، کافرند. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. آنها غیر از نفسهای خود دیگر کسی را فریب داده نمیتوانند، اما شعور ندارند، همین خطاگی خود را نمیفهمند. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله میگه که این انسان هایی که ما نمبر کردیم که ظاهرا در اسلام میگن اما باطنا ایمان آورده اند، فریبگرانند، فریب دهی میخواهند الله و رسولش را و دین و این امت اسلام را. آنها کسانی هستند که در قلبهایشان، دلهایشان کسلی دارند، مریضی دارند و الله باز این مریضیشان را زیاد میکند. چگونه؟ برای آنکه اینها مریضی را خواستند، الله اجازتشان میدهد. هر قدر که مریضی را خواستید الله همون قدر به شما همین چیز را نصیب میکند. و بدانید که ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. و برای همین انسان ها عذاب دردناک است به سبب آن چی که اونها دروغ میشمارند، به سبب این که صدق ندارند اونها به عذاب دردناک گرفتار میشوند. یعنی یکذبون، دروغ میشمارند. صدق نداشتن ما گفتیم این دروغ شماریدن است. بارک الله فیکم. با همین دلیل های از قرآن عظیم و شان برای شما بیان گشت. البته ما به شما 18 آیت را بیان کردیم که همه این آیت دلالت به بزرگی صدق، اهمیت صدق و شرط صحت لا اله الا الله بودن صدق را بیان میکند. بعضی این آیات ها اطراف از صدق را و بعضی جانب از صدق را، اما عموما این آیات ها و بعضیش رفشن، بعضیش بینهایت واضح دلالت میکند که صدق این شرط صحت لا اله الا الله است. هر کسی که لا اله الا الله را نطق بکند، به زبانش بگوید اما صدق نداشته باشد، داند که لا اله الا اللهش فایده به این انسان نمی بخشد و دیگر باقی مانده شرط ها را اگر انجام دهد هم صدق نداشته باشد، دیگر یگان شرط های کرده اش قبول نخواهد شد و تمام عملش قبول نخواهد شد، چرا که مدار قبول تمام عملها، بازگشت قبول تمام عملها به صدق است و به شرط های لا اله الا الله است. باید همه شرط ها در یک جا جمع باشد و پیدا شده باشد. بارک الله فیکم. از الله رب العزة والجلال دعا میکنیم و میطلبیم به نامهای بزرگ است، به نامهای بزرگش که الله است و احد است و صمد است، حی القیوم، اول الاخر الظاهر الباطن، المنان، بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ثبتنا في الإسلام، ثبتنا في الإسلام، ووفقنا بالإخلاص والعمل الصالح، وفقنا بالصدق، وفقنا بالصدق، وفقنا بالعمل بشروط لا إله إلا الله وبأركانها، واجعلنا من المؤمنين الصادقين الخالصين الموحدين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.